امام علی شریفویچ. اگر شما برای قرآن برایید و سوگند یاد کنید که به شیر مادرتان، به الفبا، به کلیات لینین، به شعرهای بابای فیض، به ایجادیات سیدعلی ولیزاده یا محمد غایب، دیگر ما هیچگاه به شما باور نخواهیم کرد. هیچگاه. یک آدم را میتوان فریبید، 2 آدم را، 10 آدم را، ولی یک خلق را نمیتوان یک عمر فریبید. دیگر ما میدانیم که شما به چه قادر هستید. شما شعار میزنید ما به ضد فساد، کروپسیون مبارزه میبریم. احسن، آفرین، زهی. اما کروپسیونر کیست؟ ریکت کیست؟ بگذار شما پرزیدنت شدید و بگذار باز یک بار دیگه مردمی ساده‌لو و زود باور به شما باور کرد. بعد چی؟ ما میبینیم که هر سال و هر روز زندگی مردم از بد بدتر می شود. مثلا شما میخواهید به زیر فساد مبارزه برید، دست شما در نمیاد. لیکن آیا شما میتوانید که پیش یک دختری را به نام تهمینه رحمانова که هر روز با کاروانها غیر قانونی به تاجیکستان مال وارد میکند بازداشت کنید؟ شما میشناسید تهمینه رحمانова کیست؟ نمیشناسید. احسن. شما میتوانید امان الله حکوموف را تغییر دهید که هر روز با پاییزد در پاییزهای چرکین و غشت مردم میروند. شما میتوانید پیش این پاییزها را که همراه مردم درد و غم میکشانند، همراه مردم گیرین میکشانند، نشعه میکشانند، بازداشت کنید؟ شاید نمیشناسید امان الله حکوموف. نویسید در دفترچه خاطرتان تهمینه رحمانова، امان الله حکوموف. شما میخواهید پیش کروپسیون گیرید، اما چی طور میتوانید مثلا شما به ضد حسن سعداللهیف مبارزه برید؟ آره، یک نفری هست، حسن سعداللهیف، هم رهبری آریون بانک، هم خوجه‌ای زواد تلکا، زواد الومینی، و هم صاحبی 10 و 100 کارخانه های دیگر. یک جوان هست، رستم رحمانوف، حتی سرژانت نبود، در عسکری هم خدمت نکرده بود. یک باره و کیم که به وظیفه گنرالی جانشین رئیس گمرک تاجیکستان تعیین کرد. شاید شناسید. شما میتوانید با رستم رحمانوف مبارزه کنید؟ هرگز.